خب سلام و درود خدمت دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من صالح هستم و به کانال من خوش اومدید. معاملات 10 اکتبر رو با هم دیگه می‌خوایم بررسی کنیم. ببینید 3 تا معامله داشتیم و 3 تاش هم استاپ خورد و با این حال با وجود اینکه ما هفته رو خیلی خوب عمل نکردیم ولی با مثبت 3 ریوارد هفته رو بستیم دوستان. ببینید اولی معامله که ما داشتیم رأس ساعت 14 بودش. ببینید 11:30 یه آخرای اون نیم ساعت ما بود. ببینید این نیم ساعت ما هستش از ساعت 14 تا 14:30 به تایم بروکر و از ساعت 14:30 تا 15 به تایم ایران. دوستان ما مجاز به ورود به معامله اسپیتوئل بودیم. ببینید اینجا میتونستیم وارد معامله بشیم، استاپ اینجا قرار بگیره، اینجا وارد نشدیم و عرضم اینجا ناحیه بریکیمه بود که قیمت اومد برخورد کرد رفت به سمت بالا. اینجا من احتمال سل شدن رو میدادم دوستان و تارگت من این نواحی بود. ببینید تارگت من این ناحیه بود ولی متاسفانه مشکلی که من داشتم و اشتباهی که من کردم استاپم رو در جای نامناسب قرار دادم. یکم استاپم باید بالاتر قرار میگرفت ولی خب این با این حالا یک درسی رو گرفتیم از این معامله که اینجا استاپ ما اول تاچ شد. ببینید از همین ناحیه قیمت برگشت و بعدش ببینید از اینجا تیپی معامله بعدش تاچ شد دوستان. پس این اولین معامله ما بود. معامله دوممونم رأس ساعت 15:30 بود. 15:30 بروکر. بله رأس ساعت 15:30 بروکر بود. ببینید 15:30 تا 16. اوکی این 3 ساعت عقبه. این نسبت به بروکرهای عادی 3 ساعت عقبه این بروکره و من اینجا شک کردم که وارد پوزیشن سل بشم. چرا؟ چون که اینجا یک ناحیه حمایتی خوب بود و یک تریدینگ رنج بزرگ اونجا قرار داشت ولی خب این رفتار رو که اگر شما مشاهده کنید یعنی قیمت نمیخواد بره به سمت بالا. اوکی من اینجا شک کردم و وارد پوزیشن سل نشدم، صبر کردم که این ناحیه شکسته بشه. ببینید اینا شکسته شد، بریک صورت گرفت، من اینجا وارد پوزیشن سل شدم، استاپ من در این ناحیه قرار گرفت. خب اینجا دیگه حالا برخورد سوم هم میتونستیم بگیم هست. ببینید 1 2 3 و همین منجر شد که قیمت دوباره در اینجا به ما استاپ بزنه. 2 تا استاپ و معامله آخر رو هم حالا من نتیجه رو عکس ندارم ازش، فقط این معامله هم استاپ شد. من منتظر موندم دوباره یک سقف شکسته بشه دوستان. ببینید منتظر موندم یک سقف شکسته بشه در اوپن بازار نیویورک هستش. این حرکت صورت گرفت. حالا ما با فرض اینکه این اسپایک زده شده و منتظر لگ 2 هستیم اینجا این حرکت صورت نگرفت و این معامله هم استاپش تاچ شد. ببینید برآینده هفته ما یه دونه اولین روز بود مثبت 4 بود، منفی 1 ریوارد بود. برآینده روز سوممون 0 بود. برآینده روز چهارممون مثبت 3 ریوارد بود و برآینده این روزمون منفی 3 ریوارد بود که در کل برآینده هفته ما شد مثبت 3 ریوارد. یعنی دوستان با 1% ریسک یا با 0.5% ریسک 1.5% سود، اوکی 1.5% سود و با 1% ریسک 3% سود هفتگی رو ما تونستیم به دست بیاریم دوستان. خب خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو همراه من بودید. ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و نظرات خودتون رو هم در کامنت ها اعلام کنید.